آمدیم با یک ویدیو دیگه از ریکوردهای تازه گینس که تازه تقریبا یک دو سه هفته پیش ثبت شده و ریکوردهای جالبی به نظر میرسه. بیاین ببینیم که مردم چی گلا رو به او دادین در دنیا. این آدم بزرگترین دانه چی میگن میره قطر را جور کرده، یک قطعه شاه را فکر کنم هست. What is it? Tell us. This is the biggest playing card in the world. I made the smallest playing card in the world earlier this year, and I thought, why not make the biggest? میگه که من خردترین قطعه یا کارت را جور کرده بودم و با خود گفتم چرا کلانش را جور نکنم و کلانش هم جور کردم. And now, which one took longer to make? Oh, good میگه question. کدامش Probably this. زمان Just بیشتر اگر because به the fact that you ساختنش، think میگه about که the همی area کلانش that's و طبعا together, the کلانش balance of it. این داخلش عکساست. ببینید I noticed a lot of pictures on it. Yeah. و از عکس های مردم جور کرده. بریم به بعدیش. ریکارد بعدی از کسی که هست یه آدم فقط هم انرژی که خود قطیهایش جمع کرده، کلکشن قطیه انرژی را داره دیگه. خارجی از دیگه خواهد معرفی که تانه هولدر یا دارنده بزرگترین مجموعه قطیه های انرژی درینک است. بریم بعدیش. ریکارد بعدی کسی است که چی میگن برش، پیوای جنجالک از چی از امور حل میکنه و در زیر هوا حل میکنه، نه ای که در روی، یعنی عادی شدیدیم که مردم ریکارد داره که در چند ثانیه حل میکنه ولی در زیر هوا حل میکنه. ببینیم چه قسمت. خوبی فکر کنم که یک چند دانش ماند، فقط 3-4 دانش ماند از امو کیوبا دیگه مکعبا دیگه کلان کلش چند دقیقه کرد نیفهم، اما در زیر او بود و نفس خود خیلی گرفته بود. واقعا مشکله هم بالای بدنت فشار باشه هم بالای ذهن فشار باشه. بریم بعدیش. هیچ که از دیگه واقعا خطرناک است. دیگه خودتون ببینید. اوه یه قسمت ببینید در پایش میخوره. یه دیگه یک دونش خراب بخوره دیگه چشما اردیشون بسته است. بریم بعدیش. این ریکارد ژاپنی ها مثل چینایی ها این ریکارد را ثبت کردین که اول دورترین پرتاب توپ بسکتبال است توسط یک ربات که یاد ساختین. کلا پروسه ساختش و چه قسم پروگرامش کردین که تا این سرحد رسیدین نشان میده. بریم آخرش ببینیم. و این هم لحظه که ثبت ریکارد شده و توپ مندازه دورترین پرتابش. یه از خوشحالی تیم سازندش و بریم ریکورد بعدی. این ریکورد واقعا جالب است. کسایی که نجوری کرده یا
آخر چوب بریده میفهمه این ریکارد واقعا فیزیک بالا قدرت بدنی بالا هم کار داره میبینیمش. خوب بدن هم داره نه؟ واقعا مانده شد. بریم ریکورد بعدی. این بیادر افریقایی سیاپوست ما نقشه کشورشان رسام میکرد. کار واقعا وطن پرستانی کرده. خب ایدی کارت به خاطر است که یه قدر نقشه کلانه ای به تنهایی رسم کرده، یعنی به صورت انفرادی رسم کرده که از حقیقتش کمک نکرده. بیرق نایجیریا را رسام میکرده یا نقاشی کرده که همی تصاویرش تشکیل شده از است که فرهنگ‌های مختلف کشورش هم نشان میده. کار خوبه. بریم ریکورد بعدی. این ریکوردی است میبره ما را زیر هوا. بریم ببینیم که چی است. Hey, my name is Steve Haining, and I just beat the Guinness World Record for deepest underwater model photo shoot with work خب underwater. یا There's no having این conversation. Because of تیم that, دارنده Ray, who ریکورد is از doing the است که mooring line, which means there's nothing on the surface. عمیق‌ترین Bob is she flew شوتینگ down, یا and we did a bunch عکاسی of زیر test آب shoots. کردین. یک کار واقعا خارق‌العاده و یک کار بسیار جالب است. بریم ریکورد بعدی. کسایی که بوت تیرکدار خوش داره این ریکورد بر از ما ببینیم. دیدن آسان معلوم میشه. خب کسی واقعا مردش نیست که کار بکنه. خیلی تمرین کار داره. اگر تک بدن که نداشته باشی کشش قاط نشه این نمیشه. بریم ریکورد بعدی. این ریکورد از این است که این بیادر ما چی کرده. بزرگترین کاغذ طیاره کاغذی که با راکت پرواز میکنه را ساخته. کلا طریقه ساختش و از چیز استفاده کرده چه قسم امتحانش کرده را میگم. میریم با آخر ویدیو ببینیم چه قسم ریکورد گرفته یا پروازش ببینیم. میبینیم که اول نمونای کوچکترش امتحان کرده بعد بزرگش جور کرده. Yes. Okay, coming down. Going to try and land it in the other field. Establishing glide slope. That worked so well. That went better than I thought it was going to, actually. Oh my goodness. این هم بود از این. بریم ریکورد بعدی. این ریکورد برای موتورسیکل سوار است. کسایی که موتورسیکل خوش داره که خودم هم خوش دارم و این ریکورد واقعا مشکل است. خودتان میبینید که چرا مشکل است. این آدم یا این موتورسیکل سوار و عکسی که پشت سرش میبینین ریکورد از او را داره. این ریکورد که است ریکورد فکر کنم سرچپی است که اما قسم سر یک تیر است اما پشت سرش هست، یعنی سرچپش سر موتورسیکل. My whole career I have been riding backwards in high speed. So this was a personal challenge in endurance and
این ریکاردوم با کسایی است که اونا رو دوست دارن. بریم ببینیم. واقعا شگفت انگیز است. به خاطر نتیجه با این بزرگی کم وقت پیدا میشه که ببینیم. King Kong Ho, the water buffalo, has a strong cultural and historical significance as a ببینید. symbol of این loyalty بزرگترین and allegiance to بوفالوی mankind. آبی است. بوفالو رو در کسایی که نمیفهمن برن گوگل کنن. Or even during the war 3 years old. ببینید But the سایزش در size مقابل of یک it is انسان. still very massive. 3 ساله است و ریکارد بزرگترین و بلندترین یعنی قد بلندترین بوفالوی آبی زنده در جهان رو دارن. بریم ریکارد بعدی. کسایی که عاشق بالون و هوا و ابرها هستن دیگه این ریکارد از اوناست. واقعا ریکارد مشکلی است، خصوصا کسایی که از بلندی میترسن دیگه نبینن. ببینین واقعا ریکارد جالبی است. My first try, I fell twice, so it didn't count, and I had to try it again. So the pressure was really high. او ببینید بالای ابراستن دیگه، واقعا چقدر بلند باشه دیگه. این کار هر کس نیست، با وجودی که مثلا کمرشان بسته است برای چیز است، کمربندهای مینی و این چیزا دارن، مردم درای عادی درای راست سیر رفتن میتونن که در هوا در سر یک ریسمان نازک پایبانی کار هر کس نیست. Watching Lucas struggle on the slackline was also very intimidating for me. Not only did the balloons spin the entire time, they also went up and down. At one point we were walking kind of downhill, next moment uphill. The tension of the line was going up and down. Nothing could prepare us like that. Come on! And then towards the end, I almost fell. Lucas was telling me, come on, let's go. And then we finally both made it. After lots of struggling with our balance, with the weather, and with the movement of the balloons. After we finished the record, there was a little bit of time to play on the line. و ایام بود از این تازه ترین ریکوردهای گینس که ثبت شده، تازه است، ماه جنوری ثبت شده، جنوری 2025. و بعدم که فامیل ما کلان بود، چند هزار تایی شده بودیم، حتما یک قسمت از ریکوردهای تازه او وقته یا تا او وقت ریکوردایی که ثبت میشه را حتما ویدیوش هم میگیریم دیگه. با ما باشه که بخیر برسیم به او ویدیو. در ویدیوی بعدی میبینیم تا. سابسکرایب.